طهمورث جان ملقب به دیوبند. واقعا حالم به هم میخوره از این دهن لقیای فردوسی. 30 سال نشستی شعر گفتی، نخود تو دهنت خیس نمیخوره. اسماعیل از تو همون بیت اول طهمورث دیوبند. کاپ ان تقدیم شما. بذار من میخوام یه تعلیقی ایجاد کنم. دیو چه بندی؟ ما اصلا نه ایشونو میشناسیم، نمیدونیم دیوی هست نه فلان. طهمورث دیوبندی. دامه چی میگه؟ اگر با خانواده دارید میبینید نبینید اینجاشو، چون وایسا یه رو دیگه بخونم. بله دقیقاً من مجبورم که به شاهنامه وفادار باشم و این متن رو براتون بخونم، چون اگر خودم همینطوری بگم ممکنه باور نکنید این من از خودم در نیاوردم و اینا تو شاهنامه است. واقعا میگه پدید آمد از دور چیزی دراز، سیاه رنگ، تیره تن، تیزتاز. بله بچه‌ها، ما از راه دوم وارد کاتگوری بی بی سی شدیم. من کاملا شاک شدم. اجازه بدید ادامه‌شو بخونم. میگه دو چشم از بر سر چو دو چشم خون ز دود دهانش جهان سیر. آها نه اوکی، مار داره میگه، در مورد مار صحبت کنه. یه مار بنده خدایی داشته اونجا، چون میگه دو تا چشم داره به جای یه دونه سوراخ. ایشون مار بودن بچه‌ها، سوء تفاهم شد. الان اون اتفاق بیشتر می‌خوام رقم بزنید. بریم تو کارهای افتخار و آریایی و قله و اینا که می‌خوام براتون بگم. پادشاه ایران دوره جمشید میتونم بگم که مثلا یکی از زیباترین دوره‌هایی که مردم ایران تجربه کردن. 1000 سال طول میکشه، 1000 سال پر از شادی و نعمت و اتفاقات خفن و کارهای بزرگ. مثلا در همون ابتدای امر شستن و دوختن یاد میده، یعنی اون و شاهنامه قابل پخش میشه. خب بعد دیگه چیکار میکنه؟ مردم رو دسته‌بندی میکنه و کاتگوری‌های مختلف برای مردم در نظر میگیره. مردم میشن به چند دسته تقسیم میشه: علما، دانشمندان، اندیشمندان، فرهنگیان، اصناف، بازاریان، میل، ایژن، هنتای و استفاده. علما، دانشمندان، فرهنگیان، هنرمندان، اصناف، بازاریان، پیشه‌وران، پیله‌وران. استفانتزی فقط پسر نوح که زد کل خاندان نبوت شد. بعد یه کار خیلی قشنگی میکنه. کار خیلی قشنگی میدونید چی میگه؟ مردمان دین رو جمع میکنه، میگه برید رکوع پرستشگاه بسازید. تو کوه برای خودتون پرستشگاه بسازید و تو. سلام بچه‌ها، من اینجا یه دونه 206 دیدم، یاد ایران افتادم. دیدم ریدن سرش، یاد ایرانیوم افتادم دیگه. حالا نام جاویده وطن.